سرخط خبرها. پس از 3 هفته مشورت و رایزنی، پرواز دوباره به سوی دوحه. هدف اساسی ما این بود که مشوره مردم ما با خود داشته باشیم. هیئت حکومت این بار کمرش را بسته تا به طالبان بقبولانند خونریزی در افغانستان پایان یابد. 17 سال عمر قانون اساسی در میان کشمکش‌های تفسیر کنندگان. معاون رئیس جمهوری برای برون رفت از سرگردانی راه حل پیشنهاد می‌کند. در قانون اساسی ما کاستی‌هایی وجود دارد که حتی بدون مسئله صلح هم باید روزی تعدیل شود. شدت کشندگی بیشتر موج دوم ویروس کرونا نسبت به موج اول. آمار تلفات نسبت به موج اول 2 برابر بیشتر است. بیننده خبر ده از یک با من نصرت منصور هستید. مشروع خبرها: برقراری آتش بس و حفظ نظام 2 مورد اساسی برای هیئت گفتگو کننده در دور دوم گفتگوهاست. رئیس هیئت گفتگو کننده سال ابراز امیدواری می‌کند که این گفتگوها با پایان دائمی خونریزی در کشور بیانجامد. هیئت گفتگو کننده پس از مشوره‌های 21 روزه امروز به قطر رفت. همزمان با سفر هیئت گفتگو کننده به دوحه، زلمه خلیلزاد که قرار بود از اسلام آباد به دوحه برود، امروز به کابل آمد. هیئت گفتگو کننده حکومت امروز کابل را به مقصد دوحه ترک کرد. در 21 روز گذشته 86 نشست مشورتی برگزار کرده است. مشوره هایی که شاید بتواند گره گشای چالش های دور دوم گفتگوها باشد. در این طول 3 هفته ما بیشتر از 86 مجلس با اقشار مختلف جامعه داشتیم و هدف اساسی ما این بود که مشوره مردم ما با خود داشته باشیم و ما مطابق مشوره مردم عمل بکنیم. حفظ نظام و برقراری آتش بس 2 مورد راهبردی هیئت حکومت افغانستان در این دور گفتگو هاست. چنانچه رئیس هیئت گفتگو کننده حکومت بر قطع همیشگی خونریزی در کشور در این گفتگوها تاکید دارد. خواست ملی مردم افغانستانی است که خونریزی در یک کشور دیگه باید برای همیشه پایان پیدا بکنند، چون مردم افغانستان هر روز، هر شب، هر لحظه از وحشتی که جنگ به پا کرده رنج میبرند. سخنگوی طالبان گفته که توافق از پیش تعیین شده بر سر اجندای گفتگوها وجود ندارد، هرچند دو طرف می توانند روی آتش بس با هم بحث کنند. همزمان با سفر هیئت حکومت به دوحه، زلمه خلیلزاد که قرار بود به قطر برود به کابل آمده و در دیدار با عبدالله بر تداوم پشتیبانی امریکا از روند صلح افغانستان تاکید کرده است. او با عبدالرب رسول سیاف نیز دیدار کرده است. خلیلزاد هم در رشته توییت‌های نارضایتی‌اش را از افزایش خشونت‌ها ابراز کرده است. با این حال بحث ساختار آینده نظام از همین حالا نگرانی‌هایی را مطرح کرده است. معاون دوم رئیس جمهوری میگوید طالبان با نپذیرفتن قانون اساسی میخواهند نظام با فروپاشی روبرو شود. به گفته سرور دانش، اداره موقت سبب گسست دولتداری و لغو قانون اساسی باعث بی‌ثباتی در کشور می شود. هدف طالبان و حامیان طالبان از نفی قانون اساسی در حقیقت فروپاشی نظام است. چون بدون قانون اساسی، همونطوری که پیشتر گفتیم، ما هیچ نظم سیاسی و حقوقی ثابت و مورد قبول همه نداریم. منبع‌هایی به تلویزیون یک میگویند تیم فنی که برای اغنامندی گفتگوهای صلح تشکیل شده، رهبری آن را محمد یونس قانونی بر عهده دارد، فردی که از معماران نشست بن در سال 2001 بود. حالا پس از 20 سال گروهی که در حاشیه نشست بن بود در متن گفتگوهای قطر قرار گرفته است. در مورد دور دوم گفتگوها و اینکه هیئت دولت افغانستان به قطر رسید بیشتر بحث میکنم. آقای عباس فراسو، پژوهشگر در دانشگاه دکن در استرالیا، با ما وصل هستند. آقای فراسو، برخی از اعضای هیئت گفتگو کننده و حکومت گفتند که دور دوم نشست متمرکز بر تقسیم قدرت خواهد بود. با توجه به این که هیچ مکانیزمی هم بر این هیئت داده نشده، اگر بحث روی تقسیم قدرت بره، پیامدش چی خواهد بود بدون داشتن هیچ برنامه؟
سلام به شما و بیننده های شما. فکر میکنم که آنچه که میگویند که بحث بر سر تقسیم قدرت خواهد بود میرن به سوی یک چانه‌زنی، چون معلوم میشه که قبلا بحث صورت نگرفته. اگر قبلا بحث صورت میگرفت اینا حتما هدایت یا راهنمایی از کابل دریافت میکرد و به این معنی است که اینا بحث های دنبال خواهد کرد برای تقسیم قدرت و در واقع پیشنهادات برای طالبان که در پروسه تقسیم قدرت شریک شوند و بخش از نظام کنونی باشند. اما دیده شود که این پیشنهادی گروهی مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان به کجا می انجامه و طالبان چی واکنش و چی برخوردی با این پیشنهاد خواهند داشت. از آنچه که از گذشته های نزدیک ما در نظر داریم، از دور اول گفتگوها در واقع طالبان پیشنهاد مشخصی در قسمت تقسیم قدرت را نداشتند، بلکه بیشتر فشار آوردن که همه بنیاد نظام از نو مورد گفتگو قرار بگیره که او برای جانب دولت افغانستان دشوار خواهد بود و پیامدهای سیاسی زو بر جامعه افغانستان هم سنگین خواهد بود. آقای فراسو، منازعه قدرت در افغانستان یکی از چالش‌های تاریخی است. حل این منازعه با طالبان که روایت یا رویای یک نظام اسلامی را در سر دارن، یک بار دیگه فکر نمی‌کنین افغانستان ببره به گذشته و تجربه تلخی که در دهه 70 تکرار شد، مخصوصا در مداخله کشورهای منطقه تکرار شود؟ بله، نگرانی که شما مطرح میکنین کاملا دقیق است، چون اگر کلا به صورت عموم صحبت کنیم، در واقع چگونگی بقای نظام سیاسی در تاریخ افغانستان یک مسئله جدی و مهم است. هرگاه اگر انقطاع و شکست در نظام سیاسی اتفاق میفته، تجربه تاریخی نشان میده که افغانستان به سوی یک جنگ داخلی و یک نوع انارشی پیش میره که در واقع جلوگیری، در واقع جمع کردن چنین انارشی و چنین بحرانی بسیار دشوار است و پروسه صلح فعلی هم در واقع معطوف به این نکته است که ثبات و صلح در افغانستان اتفاق بیفته. اما تاکید بر شکست نظام سیاسی یک بحران جدید در پی خواهد داشت، همانگونه که شما اشاره کردین. اما مسئله مهم این است که در پروسه صلح افغانستان چند فاکتور مطرح هست که سبب میشه که پروسه صلح بسیار به دشواری و به کندی پیش بره. نکته اول موضوع پاکستان است که در رفتن هیئت طالبان و پاکستان و مشورتشان با مشورتشان با مقامات پاکستانی و دیدارشان بازدیدشان از رهبرانشان در پاکستان نشان میده که پاکستان هنوز عنصر مهم در این پروسه است. نکته دوم هم برخورد ایدئولوژیک خود طالبان نسبت به نظام سیاسی هست. آنها برخورد ایدئولوژیک به صورت یک آرزو مطرح میکنند، اما طرحی مدون و مشخص برای نظام سیاسی ارائه نمیکنند. نکته سومی که میتونه مذاکرات را به بنبست بکشه و مشکل ایجاد کنه، در واقع میتونه که عدم اتحاد سیاسی و یک توافق نظر سیاسی برای پیشبرد مذاکرات در کابل باشد. این میتونه که به مذاکرات سایه بیفکنه. و نکته چهارم هم جامعه بین‌المللی و نارضایتی‌هایی که در سطح منطقه در مطبوعات مطرح میشه در خصوص آینده افغانستان و توافقات سیاسی و پروسه صلح میشه فاکتور چهارمی باشد که میتونه برای پروسه تاثیر بگذاره. اکثریت کشورها، همونطور که هیئت هم نمایندگانشان اشاره کردن، موافقت دارند با اینکه یک حکومت موقت در افغانستان ایجاد شود و این سر و صدا در جامعه بین الملل هم آرام بلند است. اما دیدگاه و رعایت کسانی که اینجا صدای جمهوری خواهی سر میتن، چقدر فکر میکنین در برابر آمدن یک حکومت موقت ایستادگی خواهد تانستن یا تسلیم نمیشن به این دیدگاه و به این روایت، با توجه به اینکه حتی آمریکایی ها به عنوان متحد استراتژیک حکومت افغانستان گفته میشه که موافق هستن یک حکومت موقت بیاید در افغانستان؟ شما سوال مهم را مطرح کردین. ببینید یک تفاوت ظریف وجود داره میان جمهوریت و حکومت موقت. آنچه ما از نظام جمهوری صحبت میکنیم، از نظام کلی دولت در افغانستان صحبت میکنیم که استوار است بر سه قوه جداگانه تشکیل دهنده دولت و مکانیزم انتخابات و دموکراسی و حقوق شهروندی و آزادی بیان اینها. حکومت موقت، طالبان، احتمالاً حامیای طالبان و کابینه ترامپ فعلا بر حکومت موقت ممکن تاکید کنند، اما خطر اصلی این است که ایجاد حکومت موقت آیا
اساساً چارچوب جمهوریت به خطر نمی اندازه؟ آیا نتیجه حکومت موقت حفظ جمهوریت خواهد بود یا خیر؟ علاوه بر این در میان کشورهای منطقه که شما به آنها اشاره کردین، حداقل دو کشور به صورت واضح به نظر میرسه که مخالف است با ایجاد حکومت موقتی که در آن در واقع سرنوشت جمهوریت به خطر بیفته. یک از او احتمالاً هند باشد و کشور دومی که صراحتاً گفته که از قانون اساسی افغانستان و دولت افغانستان حمایت میکنه جمهوری اسلامی ایران بوده. بنابراین در خصوص آوردن حکومت موقت نگرانی های در مورد آینده و دستاورد حکومت موقت وجود داره و در عین زمان توافقات منطقه‌ای و بین‌المللی در خصوص او واضح و مشخص نیست. مطمئناً در مورد چند دیدگاهی در ترکیب هیئت هم بحث‌های زیاد را دنبال کرده باشین و این یک نگرانی جدی است که مطرح بوده، چون نمایندگانی که در هیئت گفتگو کننده از آدرس دولت افغانستان اونجا رفتن از طیف‌های مختلف و از اقشار سیاسی مختلف این جامعه هستند و دیدگاه‌هایشان مخالف است. شاید کسان حضور دارند که اونا برشان پذیرفتن حکومت موقت یک بحث جنجالی است و کسانی هم هستند که شاید خوشبین این دیدگاه و روایت باشند. چقدر این یک نقطه ضعف است برای هیئت که اونجا رفتن و بتونن یک نمایندگی درست کنند؟ به میزانی که مذاکرات وارد نقطه‌های باریک و جنجال برانگیز میشه، احتمال این افزایش پیدا میکنه که هیئت جمهوری اسلامی یا هیئت جمهوریت دوچار چند دیدگاهی شود، هرچند که تاکنون در حد زیاد اتحاد و توافقشان را حفظ کرده و در روزهای گذشته هم در مصاحبه‌ای که اعضای هیئت ارائه کردن در واقع سیگنال‌های متفاوت دادن. نکته که شما مطرح میکنین کاملا دقیق است. بخش از هیئت به نظر میرسه که وقتی مذاکرات در پیش میره احتمالاً ایجاد حکومت موقت را یک راه حل برای قانع سازی طالبان در نظر بگیرن و در عین زمان از نظر آنها ممکن فرصتی باشد برای گفتگو روی چگونگی تعدیل نظام، حداقل اگر نه تغییر نظام. ولی بخش دیگه هیئت هم واضحاً مخالف ایجاد حکومت موقت هست و نگرانی‌های متفاوت دیگر دارن که احتمالاً حکومت موقت سبب شود که یک انارشی سیاسی ایجاد شود و چون نکته نگران کننده این است که همیشه توافقات صلح الزاماً عملی و اجرایی نمیشه. در بسیار کشورها جنگ‌های بعد از توافقات صلح اتفاق افتاد. مثلا نمونه قتل عام‌های رواندا در واقع پس از توافقات صلح اتفاق افتاد. در چنین شرایطی احتمالاً که حکومت موقت نتونه وضعیت کنترل کنه و اداره کنه و در چنین شرایطی احتمالاً که کلیت نظام در خطر بیفته. این یک از نگرانی‌هایی است که وجود داره، ولی بستگی به این داره که کابل، طبقه سیاسی افغانستان که در این خصوص تفاهم میکنن، گفتگو دارن، چی نظر دارن و با چی مکانیزم‌ها و چی سناریوهای توافق میکنن، سناریوهایی که هم به سوی صلح ببره و هم در واقع ضمانتی باشد برای حفظ نظام و جلوگیری کردن از فروپاشی نهادهای امنیتی و سیاسی کشور. یک تحلیل و روایت این است که طالبان در دور مقدماتی این گفتگوها با فشار در میدان نبرد تلاش کردند که دست باز داشته باشند در گفتگوهای صلح و امتیاز بیشتر به نفع خودشان داشته باشند. اما بحثی است که حالا که حکومت و طالبان تایید میکنند که در این دور آتش بس یکی از مسائل عمده گفتگوها خواهد بود، فکر میکنین طالبان فشار را بیشتر بسازند در میدان نبرد برای امتیاز بیشتر؟ در شرایط فعلی چیزی که طالبان بر اون ابزار فشار در میدان در پروسه مذاکرات استفاده میکنه در واقع فشار جنگشان در میدان نبرد هست. اما خطری وجود داره، شاید رهبرای طالبان متوجه این نکته باشن یا نباشن که به میزانی که پروسه سیاسی مثل پروسه صلح طولانی میشه و جنجال برانگیز میشه و دارای تناقضات میشه، در چنین شرایط اختلاف نظر در این گروهی نیز افزایش پیدا میکنه. خطرش این است که در چنین شرایط احتمالاً که انحصار بر خشونت از دست گروه طالبان خارج شود، گروه‌های ناراضی و گروه‌های خارج از طالبان وارد میدان خشونت ورزی شوند که در واقع در چنین شرایطی اگر هم به توافقات برسند و پروسه صلح در آخر روز کنترل بر خشونت و انحصار بر خشونت از دست طالبان و
دولت افغانستان ممکن خارج شود، گروه های دیگر وارد بازی شود و در داخل طالبان هم چند دستگی اتفاق بیفته. بنابراین به میزانی که پروسه صلح زودتر و بدون جنجال پیش بره، احتمال این که طالبان کنترلشان بر نیروهایشان و بر خشونت از دست نتن و در یک پروسه صلح، در یک توافق سیاسی کنترل بر همه این خشونت ها ایجاد شوه و به پروسه ثبات بره زیاد هست. اما اگر پروسه صلح، بازم تاکید میکنم که اگر طولانی شوه و جنجالی شوه، در این شرایط احتمالاً که کنترل و انحصار بر خشونت از بین میره. در شرایط فعلی شما میبینید که قتل های هدفمند در کابل و سایر جاهای افغانستان بر نگرانی ها افزوده و سوالات بیشتر را در برابر طالبان قرار داده و همچنان در برابر حکومت قرار داده. ممنونتان آقای عباس فراسو، پژوهشگر در دانشگاه دکن در استرالیا. وزیر امور داخله هشدار می‌دهد که اگر طالبان از راه صلح پیش نروند، مانند 2 سال گذشته با شکست روبرو خواهند شد. مسعود اندرابی میگوید هرچند طالبان برای جنگ آمادگی گرفتند و اگر به صلح رو نیاورند سرکوب خواهند شد. امروز نیز شماری از افسران پلیس از نخستین دور رشته حقوق جزا و جرم شناسی در مقطع ماستری مدرک فراغت به دست آوردند. در آستانه آغاز دور بعدی گفتگوهای صلح در قطر، وزارت امور داخله به طالبان هشدار می‌دهد که از جنگ دست بردارند. وزیر امور داخله در مراسم فراغت 60 تن از افسران و منصوبان پلیس از مقطع ماستری اکادمی پلیس جنرال عبدالرازق اچکزی تاکید دارد که اگر طالبان به صلح روی نیاورند، مانند 2 سال گذشته سرکوب می‌شوند و با شکست روبرو خواهند شد. دشمن اگر بخواهد از راه صلح پیش میره رایش است و اگر نخواهد در راه جنگی انشالله به شکست فاحش مثل که در 2 سال قبل روبرو شده، انشالله امسال آینده هم که پلان عملیات ها دارند به او روبرو میشن. شمار از آموزگاران اکادمی پلیس ارتقای سطح علمی پلیس در مهار جنایت را با اهمیت می‌خوانند و آن را یک گام اساسی به سوی مسلکی شدن پلیس می‌دانند. هر قدری که پلیس با علم و دانش آراسته شوند، با فنون و موضوعات تخصصی پلیس آشنایی پیدا بکنند، تأثیرات مثبت خود بالای کاهش جرایم و وظایفی که پلیس که عبارت از امن و نظم هم است مؤثر و تاثیرگذار خواهد بود. ایجاد برنامه ها و تدوین برنامه ها خیلی مؤثر است، خصوصا در کاهش جرایم. برخی از افسران پلیس که از نخستین دور رشته حقوق جزا و جرم شناسی در مقطع ماستر فراغت حاصل کردند، بلند بردن سطح علمی و آگاهی برای پلیس را حیاتی می‌خوانند. در صورتی که درجه علمی و تحصیلی و مسلکی یک پلیس بالا باشه، میتونه که تمام موارد یعنی حقوق مردم، آزادی های مردم در نظر بگیره، همچنان صلاحیت ها و مکلفیت های خود مطابق با مسلک و رشته در نظر بگیره. به شما تعهد میسپاریم که با استفاده از اندوخته‌های علمی خیش شب و روز از هیچ نوع فداکاری و جانفشانی در راستای تامین امنیت، مبارزه با تروریستان، فاسدین، باندهای تبهکار، مجرمین سازمان یافته و انواع جرایم دریغ نخواهیم ورزید. اکادمی پلیس جنرال عبدالرازق اچکزی با 80 سال خدمت تاریخی 6 دانشکده در بخش‌های گوناگون دارد که در آن بیش از 1000 منصوب و افسر پلیس در سطح لیسانس و ماستری آموزش می‌بینند. شمار به این باورند که پاکستان در روند صلح افغانستان نقش پنهان اما تعیین کننده دارد. هر بار که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به منطقه سفر کرده و پاکستان رفته است. مقام‌های این کشور هم بارها ادعا کردند که بدون همکاری اسلام آباد نشستن طالبان دور میز گفتگو با امریکا و هیئت حکومت افغانستان ناممکن بوده است. کابل همواره خواهان بسته شدن پناهگاه‌های امن طالبان در خاک پاکستان و قطع پشتیبانی این گروه از شده، اما به نظر می رسد سیاست پاکستان تغییر چندان نکرده است. پاکستان کشوری که در 4 دهه تحولات افغانستان نقش اثرگذار اما ظاهراً منفی داشته، به ویژه در بحث طالبان. در 2 سال گذشته پس از مطرح شدن بحث صلح امریکا با طالبان، بار دیگر نقش پاکستان پررنگ شد. چنانچه خلیلزاد در هر سفر منطقه‌ایش به پاکستان رفت و پای حرفها و سخنان نظامیان پاکستانی نشست. دیلر که در پاکستان باندې د هدا پوری دی چې د مذاکرات په لړ کې
خپل چې کومه دغه د نفوذ یو مثبت ډول باندې ادا کړي. پس از امضای توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان، روابط پیدا و پنهان پاکستان با طالبان روشن شد و بسیاری از رهبران طالبان از پاکستان سر بیرون آوردند. پاکستان هم رویکرد تازه‌ای را در این مدت روی دست گرفت. این کشور عبدالله را به اسلام آباد دعوت کرد و از او استقبال بی‌پیشینه‌ای شد و اسلام آباد در پیوند به پایان جنگ ظاهراً چراغ سبز نشان داد. د افغانستان په د سولې په پروسه کې د پاکستان نقش ډیر مهم دی او باید د افغانستان دولت وتواني چې شاته لابي وکړي او دا نه یوازې پاکستان سره مستقیمه لابي بلکې امریکا او نور هیوادونه چې پاکستان باندې تاثیر لري لابي وشي ترڅو د سولې د نسبی مثبت گامونه پورته کړي. زمانی که گفتگوهای صلح میان هیئت دولت افغانستان و طالبان در دوحه گاه گرم و گاه سرد پیش می‌رفت، عمران خان نخست وزیر پاکستان به کابل آمد به امید گشایش فصل نو از همکاری میان کابل و اسلام آباد، اما دیدار ملا برادر از مرکز نظامی طالبان پاشنه آشیل شد بر روابط کابل و اسلام آباد، زیرا دولت افغانستان آن را نقض حاکمیت ملی خود خواند. نقش کشورهای همسایه با خصوص از پاکستان بسیار مهم است. ما امیدوار هستم که پاکستان نظر به شرایط فعلی منطقه این درک کرده باشه که یک افغانستان که دارای صلح و ثبات باشه هم به نفع افغان‌ها است و هم به نفع کشورهای همسایه است. حالا که گفتگوهای صلح به مرحله حساس و دور دوم رسیده است، ملا برادر هم از پاکستان به قطر می رود. معلوم نیست که چه پیامی را از مقامهای پاکستانی دریافت کرده تا روی میز گفتگوهای صلح بگذارد. در مورد نقش پاکستان در گفتگوهای صلح و تمرکز آمریکایی‌ها به پاکستان در این مقطع اساس که گفتگوها دور دومش آغاز میشه بیشتر بحث میکنم. آقای مصطفی مدثر آگاه روابط بین الملل اینجا در استودیو با من هستن. آقای مدثر بسیار تشکر که فرصت گذاشتین. نخستین پرسش میخوایم این گونه مطرح کنم که موافقی دیدگاه هستین که هنوزم نقش پاکستان در گفتگوهای صلح افغانستان تعیین کننده است و پاکستان در محور بازی قرار داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و بیننده عزیز. نگاه کنین ببینید پاکستان هم خود پاکستان هم ایالات متحده آمریکا و حتی قطریا اعتراف میکنن به حکومت افغانستان که کلیدی ترین بازیگر است. حالا اگه ما بیایم جنگ صلح افغانستان بیایم بگیم چند تا بازیگر داره که عبارت از ایالات متحده آمریکا، افغانستان، طالبان، قطری هاست، کلیدی ترین بازیگرش پاکستانی است. شما ببینید هم خود ایالات متحده آمریکا و پاکستانی ها و حتی قطر و حکومت افغانستان ادعا میکنن که پاکستان تسهیل کننده است. یعنی پاکستان در واقع دو طرف جبهه را داره حمایت میکنه و بازیگر است. من میخوایم بیشتر از این که چرا این است که حداقل به بینندگان باز یک ذهنیت داده شود. در دنیا یا در محیط بین الملل ما سه نوع ائتلاف اتحاد داریم. یا شما موازنه‌گر هستین به عنوان مثل کشورهای ابرقدرت، یا سیاست خارجی کاملا بی‌طرف دارین که انزواگرایی برش میگن، یا همچنان شما ائتلاف اتحاد میکنین. پاکستانی‌ها در دیپلماسی خود متاسفانه زیرکترین، باهوشترین و در عین حال بسیار تانستن که از بازی‌هایی که در منطقه است از جنگ صلح به ویژه جنگ صلح افغانستان سود ببرن. ما تصورم این است. حالا پرسش به این مطرح شد اگر پاکستانی‌ها در محیط بین الملل کشورها به گونه بازی میکنن که هر کشور باید در مقطعی از جهان چیزی برای گفتن داشته باشه یا چیزی رو برای خور جهان بده. پاکستانی‌ها با مدیریت گروه‌های تروریستی در منطقه تانستن به عنوان یک بازیگر کلیدی چی در جنگ صلح افغانستان، چی در مسائل گروه‌های شیرشی و چی در مسائل یک کشور اتمی مسلمان افراطی. تصور ما به این باشه اگر فردای روز ما از پاکستان موضوع بحث اتمی و بحثی که گروه‌های افراطی را مدیریت میکنه بگیریم، پاکستان نه تنها که یک بازیگر دیگه نیست که بلکه یک کشور به شدت منزوی در محیط بین است. به خاطر پاکستانی تا این جای کار بسیار خوب بازی کردن و تانستن که هم طرف ایالات متحده آمریکا، هم طرف افغانستان و هم طرف طالبان را مدیریت کنند. یک واقعیت در مورد نقش پاکستان در افغانستان وجود داره از گذشته که پاکستان نقش خودش را در گذشته در افغانستان خوب بازی نکرده. البته به سود خودش بوده ولی افغانستان همیشه با مداخله پاکستان آسیب‌های بسیار جدی دیده. اگر نگاه داشته باشیم به جنگ‌های داخلی و دهه 70 فکر می‌کنین با نقش بازی کردن در این گفتگوها با
طالبان پاکستان یک دید مثبت خودش را میخواهد برای جهانیان نشان بده و پیامد او به نفع منطقه خواهد بود یا ای که نه تنها منفعت پاکستان را تامین میکنه شاید افغانستان بازم به بحران بره؟ ببینید در محیط بین‌الملل چند تا واژه مفهوم نداره. واژه به نام صداقت، واژه به نام حسن همجواری، این واژه ها بیشتر واژه های کلیشه‌ای هستند که در سیاست‌های اعلامی میشن، اما در سیاست‌های سلبی یا در سیاست‌های اعمالی چیزهای دیگه است. پاکستانی‌ها دوست دارن که در منطقه بازیگر باشن. ببینید تمام رابطه 73 ساله ایالات متحده آمریکا و پاکستان اگه شما میاین برمشمارین میبینین که پاکستان زمان بازیگر بوده، چی در جنگ سرد، چی در زمانی که اتحاد جماهیر شوروی در اینجا تجاوز میکنه که افغانستان یک بحران بوده. همیشه زمانی که در افغانستان بحران بوده پاکستانی‌ها از این بحران سود بردن. برای پاکستانی‌ها اصلا اولویت نداره متاسفانه که در افغانستان صلح بیاید یا نباید. به دلیل ازی که به هر میزانی که جنگ بلند شه شعله‌ور شه پاکستانی‌ها بازیگر هستند و به هر میزانی که صلح هم دوباره صداش بلند شه بازم پاکستانی‌ها بازیگر هستند. ما فراموش نکنیم که چیزی که بیشتر تئوری را که مطرح میکنن که بحث وابستگی اقتصادی پاکستان ما دو تا کشور اگر در جهان داشته باشیم که به اساس ایدئولوژی دینی آمدن ظهور کردن. در سال 1947 پاکستان ظهور کرده و در سال 1948 اسرائیل است. پاکستانی‌ها را ارتش پاکستان به گونه مدیریت میکنه که بحث اقتصادیش کاملا بیرون است. من بسیار واضح مثال میتونم. پاکستانی‌ها دهانی که صدها مشابهت با هندی‌ها دارن، فقط تنها دلیلی که با هندی‌ها نمیان صلح نمیکنن تعریفی را که ارتش داره که میگه اگه ما با هندی‌ها صلح بکنیم و بحث اقتصادی را مطرح بکنیم ماهیت به نام کشور پاکستان فرو میپاشه به خاطر 4 قوم بزرگ که پنجابی‌ها، بلوچ‌ها، پشتون‌ها هستند یا در کنار هم هیچ نوع اشتراکات ندارن. به خاطر تنها چیزی که یار آمده نگاه کرده چیزی به نام ارتش و ایدئولوژی دینی است. مسئله مهمی است که در این موقعیت چون بازیگر اصلی در گفتگوهای صلح افغانستان امریکا دانسته میشه و آمریکایی‌ها شتاب زده دنبال این هستند که به یک نتیجه برسند در این گفتگوها. آمریکایی‌ها نگاهشان به نقش پاکستان چگونه است؟ پاکستان از جانب آمریکایی‌ها دست باز داره، همونطور که مقامات ارشد آمریکایی وقتی به منطقه میآیند اولین دیدارشان از پاکستان است در مورد صلح افغانستان. پاکستانی ها به جهان وانمود ساختند که در موضوع جنگ صلح افغانستان و تا تمام مسائل افغانستان نقش کلیدی را داره. من یک مثال کوتاه میتونم. تمام کشورهایی که نماینده ویژه در کنار سفیر به افغانستان میفرسته این نماینده ویژهشون در امور افغانستان و پاکستان هستند. ببینین چیزی را که شما صلح به نام صلح شتاب زده میگین من موافق هستم. ایالات متحده آمریکا عین سناریویی را که متاسفانه شوروی در اون زمان بود که میخواهد به دنبال یک خروج آبرومندانه است. پاکستان هم داره از این موضوع سود میبره. اگر چند بازیگر ما بازم تاکید میکنیم که میایم ما کنار میگذاریم دولت افغانستان به شکلی از اشکال به حاشیه رفته، یعنی پاکستان، ایالات متحده آمریکا، طالبان و حکومت افغانستان و قطر اگه ما بگیریم در 5 بازیگر. در اینجا 3 بازیگر نقشش بسیار برجسته است که ایالات متحده آمریکا، طالبان و پاکستان است و طالبان پاکستانی‌ها هم تانستن که جانب ایالات متحده آمریکا را خوب مدیریت بکنن و هم جانب طالبان را و از طرف دیگه با حکومت افغانستان هم دارن مراوده میکنن، از واژه‌های قشنگ دیپلماتیک من استفاده میکنن. ما باید یک دیدگاه مشخص در مورد پاکستان داشته باشیم. پاکستان خواسته های بسیار کلان استراتژیک از افغانستان داره. تا زمانی که ما با این خواسته های جسارت و شهامت مذاکره را نداشته باشیم رسیدن به خب بالا گیریم که بیایم امی صلح فردای روز طالبان آمدن. ما نزدیک به 21 گروه شورشی داریم. صلح شما با کدام بخش طالبان میکنین؟ با لایه ایدئولوژیک، با لایه رهبری، با لایه که به دنبال اقتصاد جنگی هستند یا با لایه روستایی‌ها؟ ما متاسفانه صلح فقط با لایحه از طالبای قطرنشین داریم. این چیزا تا هنوز هیچ گاهی ارزیابی نشده و حکومت افغانستان هم به گونه به موقعیت واقع شده در واقع که نتونسته این فرصت ها از دستش رفته. از نظر شما این صلح بسیار شکننده است و یک بار دیگه منطقه مخصوصا پاکستان به عنوان یک همسایه‌ای که پیشینه چندان خوبه برای افغانستان نداشته دست باز میته که در امورات افغانستان به گونه جدی‌تر مداخله کنه و بحران شدید شود. ببینید پاکستانی‌ها در گذشته بسیار جدی مداخله میکنن. همین که شما را وادار میکنن با یک گروه شورشی که ایالات متحده آمریکا و گروه تروریستی میگن عملاً به گروه سیاسی مبدل شده نقش پاکستانی است. ما ایران نباید خود فریب بدیم، باید بپذیریم که پاکستان بسیار نقش اثرگذار داشته که طالب از یک گروه تروریستی به گروه شورشی مبدل کرد و از گروه شورشی به یک گروه سیاسی. شما از
رقابت این با پاکستان یاد کردین و مسلما جنگ این دو رقابت یا جنگ نیابتی این دو قدرت در منطقه همواره در افغانستان بوده و او هم دو کشوری که یکیش ابزار است برای آمریکایی ها به خاطر تأمین منافعشان در منطقه و یکی هم کلانترین متحد استراتژیکشان در جنوب آسیا. بنابراین از این دو کدامش سر مسئله افغانستان بیشتر دستباز داره و برنده میدان است؟ ببینید ایندی ها منافع ملی خود من این گونه تعریف میکنن که یک حکومت ساختارمند در افغانستان باشه، منافع ملی ایندی ها تامین است. پاکستانی ها میگن که به هر میزانی که حکومت در کابل شکننده باشه و به هر میزانی که گروهی که به قدرت میرسن نگاه ایدئولوژیک تر داشته باشه به منافع پاکستان است. نه ایندی ها عاشق چشم ابروی افغانستان است در یک نگاه کلان و ریالیستی و نه پاکستانی ها، هر کدام به دنبال منافع خود هستند. اما ایندی ها تمام تاکیدش است که شما از دولت حمایت بکنین که ما رابطه ما مراوده با دولت باشه. پاکستانی ها بیشتر دوست دارن که با گروه ها رابطه داشته باشن و کارت های بازی پاکستان متاسفانه بسیار زیاد است در افغانستان. حکومت های در حمایت آمریکا در افغانستان، اگر آقای کرزی در رأس بود یا حالا هم آقای غنی، مسلما حکومت هایی است که آمریکایی ها در 19 سال گذشته اینا را حمایت کردند. اینا چقدر تانستن رابطه خودشان را با همسایه ها و مخصوصا با پاکستان تعریف کنند؟ تلاش های زیاد، رفت و آمدهای زیاد صورت گرفت، ولی اکثرا به این باور هستند که متاسفانه حکومت ها عملکرد درست نداشتند. ما در رابطه با پاکستان یا نگاه احساساتی داشتیم یا نگاه ناسیونالیستی. هیچگاه نگاه ما با پاکستان مبتنی بر عقلانیت سیاسی نبوده، مبتنی بر منافع ملی نبوده. هر کسی که خواسته قهرمان سازی کنه رفته پاکستان بعد و بیرا گفته و گذشته تمامی بزرگوارا رو که ببینین سرانجامش به پاکستان میرسه. ما به عنوان یک دانشجوی روابط بین الملل بحث می است که بحث همسایگی بحث اجباری است نه اختیاری است. شما خوشتان به نه به همین گونه که بریتانیایی‌ها رفتن، روس‌ها رفتن، آمریکایی‌ها میرن، شما ناگزیر هستین که با این همسایه کنار بیاین به خواسته های یکی دیگه تن بدین. نه شعار ناسیونالیستی باید داد و نه شعار احساساتی. پاکستانی‌ها چون هند و افغانستان سیاست خارجی به دست ارتش است، نگاه ژئوپلیتیکی و نگاه واقع‌گرایی دارن. ما با چند تا شعار ناسیونالیستی و چند تا شعار احساساتی میم پاکستانی را تحریک میکنیم و باز عملکرد ریالیستی و نظامی می داشته باشه و سرانجامش می است که شما دو سه حکومتتان که فرو پاشیده بازیگر کلیدیش پاکستان بوده، سایر عوامل داخلی بوده. به این معنی نیست که هیچ عوامل داخلی نداشتین، اما یکی از عناصر تاثیرگذار، یکی از متغیرهای تاثیرگذارتان پاکستان بوده. ممنون حضورتان آقای مدثر. سازمان جهانی صلیب سرخ میگوید که افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها برای غیر نظامیان است. این سازمان گفته است که دست کم 50% شهروندان افغانستان در جغرافیای زندگی میکنند که به گونه وسیع متأثر از تنش‌های نظامی است. همزمان سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید در صورت که راه حل سیاسی برای برون رفت از وضعیت کنونی دریافت نشود، وضعیت بدتر از این خواهد شد. افغانستان یکی از مرگبارترین کشورهای جهان برای غیر نظامیان. سازمان جهانی صلیب سرخ میگوید نیمی از جمعیت افغانستان در جغرافیای با بالاترین میزان تاثیرپذیری از نبردها زندگی میکنند. افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها برای غیر نظامیان است، جایی که نیمی از شهروندانش در جغرافیای زندگی میکنند که به گونه وسیع متأثر از تنش‌های نظامی است. این یعنی 17 میلیون انسان زیر تهدید. نهادهای حقوق بشری هم با نگرانی از وضعیت موجود خواستار پایان خشونت‌ها و توقف تلفات غیر نظامیان در کشور هستند. که چیرته وضعیت په همدغه شکل باندې جګړه دوام پیدا کړي او دغه اوسنی غمیزو او بحران ته د سیاسي لارې حل پیدا نشي او افغانان سولې ته ونه رسیږي، افغانستان کې امن را نشي، نو په خواشنۍ سره چې دغه ګواښونه او انسان وژنه په افغانستان کې بلا د کچا ډیره لوړه شي. عامل این تلفات و رسیدن افغانستان به جایی که یکی از مرگبارترین کشورهای جهان برای غیر نظامیان به شمار رود، تمامی طرفهای جنگ به شمول حکومت دانسته می شوند. عام خلک دی مړه کی قرباني دی پردیو د ګټو پردیو دی او د چارواکو د دوړو د مطالبو د مخالفینو او د اپوزیسیون دولت د دوی د قدرتونو د ګټو قرباني افغانان دي او مړه او د سلاره د حلم افغانانو ته او وګړو ته د سیمو هیلم نسته چې دا جګړه به څه وخت درېږي او دا وینه به څه وخت بندېږي. خشونت‌های روان در کشور همه را متأثر ساخته، حتی کار خبرنگاری را.
در هفته ها و ماه های پسین دست کم 4 خبرنگار یکی پس از دیگری ترور شدند. خانواده رسانه‌ای افغانستان خبرنگاران از نهادهای امنیتی می‌خواهند تا هر چیز زودتر جلو همچین حملات گرفته شود تا بتوانند خبرنگاران به گونه مسئولانه و اون چه مسئولیتشان در برابر اطلاع رسانی به مردم است آزادانه و در یک فضای مسئول کار بکنند. حالا و پس از سالها قربانی شدن غیر نظامیان، چشم امید شهروندان کشور به نتیجه دور دوم گفتگوهای میان هیئت حکومت افغانستان و طالبان در یکی دو روز آینده است تا نقطه پایانی به نبرد چندین ساله در کشور بگذارد. در ادامه خبرها، متوقف ماندن صدها واگون در بندر حیرتان، انتقاد برخی باشندگان کابل از توزیع ناعادلانه کمک‌های برنامه دسترخوان ملی. قانون اساسی افغانستان امروز 17 ساله شد، اما هنوز صلاحیت تفسیر این قانون میان نهادهای دولتی جنجال برانگیز است، به گونه‌ای که دادگاه عالی رأی خود و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی رأی خود را دارد. وزیر عدلیه میگوید که این مورد به یک سرگردانی مبدل شده است. معاون دوم رئیس جمهور هم راه حل برای برون رفت از وضعیت پیشنهاد می‌کند: تعدیل قانون اساسی. 17مین سال عمر قانون اساسی مصوب سال 1382. مراسمی که در آن روی مرجع تفسیر قانون اساسی هنوز بحث پایان نیافته است. دادگاه عالی ادعا دارد که تفسیر این قانون از صلاحیت‌های ویژه این نهاد است، اما کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مخالف نظر دادگاه عالی است. تفسیر قانون اساسی از صلاحیت‌های اساسی و کلیدی کمیسیون است که هم خود آن و هم برای اعمال صلاحیت‌های نظارتی کمیسیون ضروری می باشد. وزیر عدلیه میگوید که این جنجال‌ها به یک سرگردانی مبدل شده، چون تا هنوز مرجع تفسیر قانون اساسی روشن نیست. جایگاه محکمه قانون اساسی یا دادگاه قانون اساسی یا شورای قانون اساسی متاسفانه با همه خوبی‌ها و مزیت‌هایی که قانون اساسی ما دارد هنوز خالی است. معاون دوم ریاست جمهوری تاکید دارد که جنجال پیش آمده در پی مبهم بودن ماده 157 قانون اساسی در مورد کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و ماده 121 درباره صلاحیت‌های دادگاه عالی به وجود آمده است. سرور دانش راه بیرون رفت از این وضعیت را تعدیل و بازنگری قانون اساسی می‌داند. در قانون اساسی ما کاستی‌هایی وجود دارد که حتی بدون مسئله صلح هم باید روزی تعدیل شود و اصلاح شود. و عنوان مثال که جناب آقای دکتر شفایی هم اشاره کردن، ماده 157 قانون درباره کمیسیون نظارت بر قانون اساسی افغانستان و ماده 121 قانون درباره صلاحیت‌های اصدار محکمه. در این نشست برخی هم از نقض پیهم قانون نگرانی دارند. محمد علم ایزدیار معاون نخست مجلس سنا تاکید دارد که نقض قانون آن هم از سوی مقام‌های حکومتی در سالهای گذشته یک چالش جدی بوده است. و حتی نهادهای قانونگذار از جمله نهادهای قانونگذار و ناظر بر اجرای قانون از جمله پارلمان افغانستان در صدر ناقضان قانون اساسی افغانستان قرار داشتند و دارند. قانون اساسی افغانستان در لوی جرگه 14 جدی سال 1382 خورشیدی در 12 فصل و 162 ماده تصویب شد و حکومت پیوسته گفته که این قانون در مقایسه با کشورهای اسلامی در سطح منطقه بیمانند است. همونطور که در گزارش دیدین 17 سال شد از تصویب قانون اساسی، اما چیزی که به عنوان یک نگرانی جدی هنوز در جامعه افغانستان مطرح است عدم تطبیق قانون است و احترام نگذاشتن به قانون در هر سطح از دولت افغانستان گرفته تا در میان مردم. این که قانون چرا جایگاه خودش را به درستی پیدا نکرده روش بیشتر بحث میکنم. آقای سید علی مطهری مشاور امور قانونگذاری معاونیت دوم ریاست جمهوری اینجا در استودیو با من هستند. آقای مطهری بسیار تشکر که فرصت گذاشتید. نخستین پرسش را میخوایم این گونه مطرح کنم که در یک تصویر دولت عرصه قوه در تطبیق قانون عملکردش خوب نبوده و در سطح پایینتر مردم هم نسبت به قانون بی‌باور هستند و قانون را اصلا بهش
احترام ندارند در یک سطح کلان. چرا چون این فضای با وجود آمد و دولت نتونست مدیریتش کنه؟ خب با نام و یاد خدای بزرگ ابتدا عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت بیننده های تلویزیونی خوب یک و نخست لازم میدانم سال روز یا سالگرد تصویب قانون اساسی افغانستان را خدمت همه مردم شریف افغانستان و شما حاضرین در جلسه را تبریک و تهنیت عرض کنم. چیزی که شما فرمودید دقیق است. متاسفانه امروز انتقادها و به نحو ایرادهای بسیار مهم در حوزه قانون اساسی با توجه به اینکه قانون اساسی ما در سطح منطقه و در سطح کشورهای همسایه یکی از بهترین قانونها یا قانون اساسی شمرده میشه. با این وجود در عین حال همه رسانه‌ها، جامعه مدنی، مردم و به نحوی از آنها خیلی ها شکایت دارند از اینکه این قانون با این خوبی ها و ویژگی هایی که داره متاسفانه اونطوری که باید تطبیق میشد تطبیق نشده است. چرا تطبیق نشد قانون اساسی با این همه ویژگی های خوب که در او تمام وظایف و صلاحیت های قوای سه‌گانه به صورت واضح و روشن تفکیک شده؟ حقوق اساسی و آزادی های عمومی شهروندان به صورت خوب تبیین شده، انعکاس یافته و در عرصه های مختلف این قانون در واقع مطلب داره، محتوا داره، انعکاس دهنده همه خواسته هاست. چرا و به چی دلیل این قانون تطبیق نشد یا اگر تطبیق شده خوب تطبیق نشد؟ این سوالی است که همه داره. پاسخ دادن به این در واقع یک تشریح و توضیح طولانی میطلبه که اینجا شاید برنامه شما اقتضا نکنه، ولی در کل عرض کنم که افغانستان همونطوری که همه بیننده ها و شما میدانید که در طول این 20 سال که 17 سال از تصویب این سند مهم میگذره و در طول این 20 سال بعد از موافقتنامه بون با بحران ها و مشکلات مواجه بوده. بیاین پس در مورد این صحبت کنیم که حکومت چقدر خودش در تطبیق قانون کوتاهی کرده. شما در حکومت هستین، در قوه مجریه. اتفاقا انگشت انتقاد مردم همواره به سوی قوه مجریه است که در تطبیق قانون سهل‌انگاری کرده. این البته این کوتاهی را شما میپذیرین که عملکرد شما باعث شده در کل قوه مجریه که قانون درست تطبیق نشه؟ عرض کردم ناگزیری هایی بوده، مجبوریت هایی بوده. مثلا چی ناگزیری دست شما را بسته کرده؟ ناگزیری های امنیتی، ناگزیری های جنگ های تروریستی و شما میدانید که در این کشور گروه های متعدد با تاکتیک های متعدد در این کشور فعالیت تروریستی، فعالیت های تخریبی علیه امنیت عامه، علیه دولت و علیه مردم افغانستان انجام میده. یکی از مهمترین عاملی که نتوانست دولت و دولت مردان در عرصه تطبیق قانون خوب گام برداره بحث امنیت و بحث های نقض قانون از سوی خود حکومت به گونه نمونه نامزد وزیران یکی از بحث هایی است که نقض قانون است و امواره از سوی حکومت صورت میگیره. این که ربط به امنیت نداره چرا نشده؟ خب متاسفانه اینجا ما میتونیم عرض کنیم افزون بر مطالبی قبلا عرض کردم، بحث ها، اختلاف ها و تنش های سیاسی. شما میدانید که کابینه در دیگر کشورها کابینه تخصصی است. وزیر باید وزیری متخصص در کابینه معرفی شود، اما در دولت افغانستان، در نظام سیاسی افغانستان با وجود انتخاباتی که به وجود آمد بر اساس توافق سیاسی وزیر هم سیاسی معرفی میشه. پس قانون در افغانستان از رأس حکومت قربانی مسائل شخصی و سیاسی است تا میان مردم؟ نه، ما نمیتونیم اینطور ادعا کنیم که مستقیم قانون اساسی و قوانین نافذه کشور بیشتر قربانی منافع شخص، اینطور نمیتونیم به صورت مطلق. مثلا وزیر یک کسی که معرفی نشد بله و سرپرست وزیر بماند در جایش نقض قانون صورت گرفت، طبیعی است که یک طرف دیگه یکی از عوامل ناکامی دولت در تطبیق قانون بحث منافع اشخاص، بحث منافع احزاب سیاسی و شخصیت های سیاسی.
آقای مطهری، قانون اساسی نیاز به تعدیل داره، او هم در یک شرایطی که ما وارد فاز جدیدی از گفتگوهای صلح میشیم و مسلما دیدگاه ها همین است که احتمالاً طالبان تعدیل قانون اساسی رو بخواهند. قبل از اینی که بحث صلح و مذاکره با گروه طالبان مطرح باشه، اساساً قانون اساسی ما 17 ساله شده و طبیعی است که این سند الان این بحث مطرحه که حتما باید تعدیل شود. قبل از بحث صلح، بحث تعدیل یک ضرورته در همه اسناد و مخصوصا قانون اساسی. شما میدانید که اولین قانون اساسی در جهان قانون اساسی امریکاست، در حدود 2.5 قرن امور پیدا کرده، تا کنون بیش از 27 بار اصلاحی آمده برایش. پس بنابراین در قانون اساسی ما هم که در یک وضعیتی به لحاظ تاریخی چگونه تصویب شد الان 17 سال میگذره و این نیاز به تعدیل داره قبل از بحث صلح و مذاکره. در دوره حکومت وحدت ملی هم اتفاقا بحث می بود که باید قانون تعدیل شود که نشد. حالا حکومت اگر گفتگو هم به نتیجه نرسه، شما کار میکنین روی که قانون تعدیل کنین؟ اساسا خواست اکثریت بر ایه که حتی در بحث امروز که به مناسبت سالگرد تصویب قانون اساسی از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطرح شد، خیلی همی پیشنهاد داشتن که یک کمیسیون مشترک شورای ملی و خیلی از نهادها تشکیل شود و روی بحث این که چگونه کدام موارد کدام ماده باید تعدیل شود بحث صورت بگیره. چه کار انجام میتین که زمینه تطبیق قانون در جامعه بیشتر شود، مخصوصا در اقشار پایین جامعه که اونا دچار اختلاف سیاسی نیستن مثل رهبری دولت افغانستان، اما اونا خب در یک سطح شاید آگاهی ندارن از قانون. جامعه افغانستان از سواد به دور بوده و شاید ما 20% جامعه با سواد داریم ولی 80% دیگه باید قانون را بشناسن. چه کار انجام میتین؟ سازوکارهای مختلف وجود داره که یک ملت، یک مردم باید قانونگرا شود. افغانستان با توجه به 4 دهه جنگ، خشونت، آوارگی، تباهی، در کل فرهنگ قانونپذیری و قانونگرایی اولین گام است که ما در کشور فرهنگ قانونپذیری را شروع کنیم و این فرهنگ ترویج پیدا کنه در میان مردم تا مردم بدانه که قانون اساساً به نفع مردمه. قانون اساساً به نفع فقرای جامعه، ضعفای جامعه. در اصل قانون به نفع ضعیفای جامعه است، ولی اکنونی برعکس شده که قانون در حق ضعفا تطبیق میشه و در حق زورمندان تطبیق نمیشه. مردم باید به این آگاهی برسه که قانون به نفع جامعه است، به نفع نظم جامعه است، به نفع آبادانی جامعه است و لذا میشه همه ما قانون مدار و قانونمند باشیم. ممنون حضورتان آقای مطهری. در ادامه خبرها، رد پای ویروس جهش یافته کرونا در همسایه غربی افغانستان. وزیر بهداشت ایران میگوید فرد آلوده از بریتانیا آمده. مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در موج دوم این ویروس نسبت به موج اول آن بیش از 2 برابر افزایش یافته است. آمارها نشان می‌دهد که در 10 هفته گذشته و از شیوع موج دوم ویروس کرونا تا اکنون نزدیک به 500 نفر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در کشور جان باختند، در حالی که در 10 هفته نخست موج اول این ویروس آمار تلفات 220 نفر بود. وزارت صحت عامه حالا میگوید که آمار مبتلایان به بیماری کووید 19 رو به کاهش است. از هفته 41 با آغاز شیوع موج دوم ویروس کرونا تا هفته 51 این ویروس بیش از 500 تن بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در کشور جان باختند، در حالی که این رقم در 10 هفته نخست موج نخست ویروس کرونا به 220 مورد فوتی و 11831 مورد مثبت می رسید. و ای که میزان مرگ و میر وزارت صحت عامه اعلان میکنند که بسیار بیشتر از موج اول است، میتونه چند دلیل داشته باشد. دلیل اول ای است که در موج اول تنها مراکز صحی دولتی خدمات صحی به مریضای کووید 19 ارائه میکردند. به او ترتیب مجموع آمار بسیار بلند بود و در مقایسه با مجموع آمار میزان مرگ و میر کمتر بود. در 24 ساعت پس این هم 7 نفر جان باخته و 94 نفر هم به بیماری کووید 19 مبتلا شدند.
څلور نوي مثبت حیثوي او اووه تنه له دغې ناروغۍ څخه خپل ژوند لاسه ورکړی و. 116 تنه بیا بیرته رغېدلي وو چې د دې سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 53,115 ته رسیږي. توجه نکردن مردم به تهدید موج دوم ویروس کرونا از عامل‌های اصلی افزایش تلفات ناشی از این بیماری دانسته می‌شود. تدابیر پیشگیرانه را مثل که وزارت صحت عامه و تمام ادارات دولتی در این بخش تبلیغات گسترده را انجام داده بودند و همه شهروندان میفهمند، لطفاً جداً مراعات بکنن. بیروبار در جای بیروبار نمیریم دیگه، موترها را تا میتونیم موترهای که زیاد مسافر سوار میکنه سوار نمیشیم. وزارت صحت عامه در کنار این که از مردم می‌خواهد توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند، همچنان از رسیدن واکسن کرونا تا میانه‌های سال روان میلادی خبر می‌دهد. احتمالاً تا اواسط سال 2021 به کشور برسد، ولی باز هم آمدن واکسن به کشور وابسته به این است که تولیدش در جهان چقدر بیشتر میشه. در مجموع در چندین مرحله واکسن تا اواخر سال 2022 برای 40% نفوس افغانستان میرسد. با این همه از شیوع ویروس کرونا تا اکنون در کشور 53,105 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شده و 42,666 نفر هم بهبود یافتند. صدها واگن در بندر حیرتان متوقف شده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ میگوید که مقرره جدید وزارت فایده عامه درباره موترهای توناژ بلند یکی از دلایل تراکم واگن‌ها در بندر حیرتان است و تا حال در دو سوی مرز بیش از 3500 واگن کالاهای بازرگانی انتظار داخل شدن به خاک افغانستان را میکشند. اداره راه آهن میگوید که با زودی روند بارگیری و تخلیه کالا در بندر حیرتان در دو وقت کاری 24 ساعته خواهد شد. افغانستان بخش از کالاهای مورد نیاز خود را از آسیای میانه و از طریق راه آهن وارد می کند. از زمانی که بازرگانان به جای پاکستان با آسیای میانه را آوردند، میزان دادوستد میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی افزایش یافته است. اما ظرفیت بارگیری و تخلیه کالا تغییر نکرده است. حالا به دلیل پایین بودن ظرفیت در بندر حیرتان، صدها واگن در دو سوی مرز متوقف ماندند. به منظور حل این مشکل هیئت از مرکز به بلخ رفته است تا ظرفیت تخلیه و بارگیری در این بندر در دو زمان کاری تنظیم شود. تا فعل حال 2800 واگن آن طرف مرز از جانب ازبکستان در حال آمدن است و بیش از 1000 واگن در بندر حیرتان توقف است که نیاز است ظرفیت بارگیری و تخلیه را بالا ببریم. آمارهای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت بلخ نشان می‌دهد که روزانه 150 واگن کالاهای وارداتی از کشورهای آسیای مرکزی از طریق بندر حیرتان وارد کشور می‌شود و به دلیل پایین بودن ظرفیت تخلیه و بارگیری واگن‌های زیاد در این بندر متراکم شده است. مقرره جدیدی که از وزارت فایده عامه به خاطر بلندتوناژ آمده که قبلا در اینجا تیلریای ما یک واگن 2 موتر میشد، حالا یک واگن 3 موتر میشه که ظرفیت تخلیه و بارگیری و تغییر مراحل در گمرکات نداره و همچنان بندش یا زمستان رای سالنگاست تونل است که نمیتونه تیلرها درست رفت آمد و مرور کنن. بازرگانان با توجه به پایین بودن بهای ترانسپورت از طریق راه آهن بخش زیاد از کالاهای نفتی و غیر نفتی مورد نیاز کشور را از آسیای میانه وارد می کنند. وزارت صنعت و تجارت می گوید که افغانستان بیشتر مواد اولیه را از بندر حیرتان وارد می کند. رابطه ما با کشورهای آسیای میانه در زمینه تجارت و ترانزیت خیلی خوب است و ما در سال گذشته میلادی در زمینه صادرات دستاوردهای خوبی داشتیم که اقلامی از قبیل میوه خشک، میوه تازه، قالین، انواع سنگ، دیگ و بخار و زعفران را به کشورهای آسیای میانه صادر کردیم. افغانستان 12 مسیر زمینی در شرق، غرب و شمال کشور دارد که از این مسیرها صادرات و واردات کالا صورت میگیرد. اما بخش زیاد از کالاها از طریق راههای آهن حیرتان، آقینه و خاف هرات با کشورهای بیرونی رد و بدل می شود.
صدها خانواده در 5 ولسوالی ولایت کابل از برنامه دسترخوان ملی کمک دریافت کردند. مسئولان در وزارت احیا و انکشاف دهات میگویند این برنامه با شناسایی خانواده‌های نادار در سایر ولسوالی‌های کابل ادامه دارد و با شفافیت به پیش می‌رود. اما شمار از باشندگان کابل مدعی‌اند که این برنامه شفاف نیست و مواد غذایی به گونه عادلانه برای مردم توزیع نمی‌شود. برای 556 خانواده امروز در ولسوالی بگرامی روستای شینه مواد غذایی توزیع شد. صدها خانواده نیازمند گرد آمدند تا از برنامه دسترخوان ملی کمک دریافت کنند. منګه 200 اتیا شوراګانې لرو 15 ولسوالیو کې اول پیس کې به دغه 200 اتیا خلاصيږي په دوهم پیس کې به د وزارت د پالیسی او د هدایت مطابق باقی 9 ولسوالیو کې شروع کی. شما شاهد همین شورای ما هستید که 556 قریه فامیل هستند و امروز شاهد توزیع مواد هستیم. پروسه ما نهایت شفاف است. هم خریداری از طرف شورا میشه، هم مردم شناسی از طرف شورا میشه و هم توزیع از طرف شورا صورت میگیرد. هرچند مسئولان از شفافیت در این برنامه سخن میگویند، اما مردم این روند را شفاف نمیدانند و مدعی‌اند که در شناسایی خانواده‌های نیازمند غفلت شده است. چون که نفوس قریه ما زیاد است، به همین خاطر صدای مردم برای که به ما چرا نمیرسه به کل ما. مواد کم، نفوس قریه زیاد. اینی مشکل هم ده ماست. پروسه والا شفاف نیست. با کسی 4 کارت میرسه، بر کسی 5 کارت میرسه، بر کسی ما شخصا خودم از 1 کارتمون نگرفتیم. برنامه دسترخوان ملی تاکنون برای بیش از 123,000 خانواده در 98 ولسوالی که شامل 1092 روستا می شود، بسته های مواد خوراکی به ارزش 4,000 افغانی شامل آرد، برنج، روغن، لوبیا و صابون توزیع کرده است. این برنامه تاکنون نزدیک به 500 میلیون افغانی هزینه برداشته است. و حالا هم تازه ترین خبرها از جهان. نخستین مورد ابتلا به ویروس جهش یافته کرونا در ایران امروز شناسایی شد. وزیر بهداشت ایران از مردم خواسته وحشت نکنند، زیرا به گفته او اوضاع زیر کنترل است. به گفته سعید نمکی، فرد آلوده از بریتانیا به ایران آمده بود و اکنون در بیمارستان بستری است. به گفته آقای نمکی، هیچ مورد دیگری از فرد مبتلا به ویروس جهش یافته تاکنون شناسایی نشده و حال بیمار آلوده هم خوب است. ایران 34مین کشور جهان است که ویروس جدید در آن ثبت شده است. وزارت خارجه کره جنوبی و نیز امریکا از ایران خواستند به توقیف نفتکش کره جنوبی پایان دهد و خدمه آن را به زودی رها کند. هرچند پیشتر اعلام شد که سیول هیئت را برای گفتگو در این مورد به تهران می‌فرستد، اما وزارت خارجه کره جنوبی امروز اعلام کرد که موضوع را بررسی می‌کند. دولت‌های چین و ژاپن در واکنش به غنیسازی 20% یورانیم در ایران خواستار آرامش و خویشتن‌داری همه طرفه شدند. وزارت خارجه چین وضعیت هسته ایران را بسیار پیچیده و حساس خوانده و از تمامی طرف‌ها خواسته آرامش و خویشتن‌داری پیشه کرده و به تعهدهای برجام متحد بمانند و نیز از اقدام‌های تحریک‌آمیز بپرهیزند. ژاپن هم درباره اثرگیری غنیسازی 20% یورانیم در ایران ابراز نگرانی کرده است. تازه های ورزش در گزارش از ظاهر نوری. رقابت‌های زمستانی وشو امروز در سالن انفدراسیون در کابل آغاز شد. در این پیکارها در حدود 50 ورزشکار از باشگاه‌های کابل برای یک روز در برابر هم به میدان رفتند. مسئولان فدراسیون هدف از راه اندازی این رقابت‌ها را رشد و بالا بردن ورزشکاران می‌گویند. تیم ملی کرکت کشور برای رویارویی با تیم ایرلند امروز عازم امارات شد. قرار است تیم ملی کشور در آخر ماه جنوری در برابر ایرلند در 3 بازی 50 آوره در چوکات بازی‌های لیگ 50 آوره شورای جهانی کرکت به میدان برود. قرار بود ملی پوشان کرکت کشور چندی پیش به عمان برود، اما به دلیل عدم صدور ویزا سفرشان به تعویق افتاد. افغانستان پیش از این تجربه پیروزی در برابر ایرلند را نیز در کارنامه دارد. کارگاه آموزشی تکواندو در بخش اجرای فرم امروز به پایان رسید. در این کارگاه بیش از 50 ورزشکار تکواندو اشتراک کرده بودند که برای 2 روز ادامه داشت. مسئولان فدراسیون تکواندو هدف از راه اندازی این کارگاه را بالا بردن ظرفیت ورزشکاران می‌دانند. این کارگاه در بخش آقایان و بانوان برگزار شده بود.
هفته 17 رقابت‌های لیگ برتر انگلستان شب گذشته با انجام یک بازی ادامه یافت. در این دیدار تیم‌های لیورپول و ساوثهمپتون به مسافه هم رفتند که این بازی 1-0 به سود ساوثهمپتون به پایان رسید. لیورپول همچنان با 33 امتیاز و با تفاضل گل بیشتر نسبت به منچستر یونایتد در صدر جدول قرار دارد. ساوثهمپتون اکنون در مکان ششم قرار دارد. خبر و تحلیل از یک همین قطع بود. ممنون که یک را بیننده هستید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.